همیشه به ما گفتن که رزق و روزی از طرف خداست و از او برکت بخوایم، اما 4 نفرن که دعای اونا هیچ وقت مستجاب نمیشه. سلام، من حامدم و قراره تو این کانال درست زندگی کردن رو با هم یاد بگیریم. خیلی خب، بریم سراغ اولین گروه. اولین گروه کسایی هستن که تو خونه نشستن میگن خدای روزی منو برسون. خدا هم تو جواب میگه مگه به دستور ندادم بری پی روزی تو تلاش کنی؟ یه ضرب مثل قدیمی هست که میگه از تو حرکت از خدا برکت. یعنی چی؟ یعنی شرط برکت حرکت اول توست. گروه دوم مردایی که مغلوب زنشون شدن و از خدا طلب روزی میکنن. خدا هم میگه مگه اختیار اونا رو به دستتون نسپرده بودم؟ قبل از اینکه برم سراغ گروه بعدی، ازتون ممنونم که تا اینجا همراه من بودید و با سابسکرایب و لایک از من حمایت میکنین. گروه سوم مردایی هستن که قبلا ثروتمند بودن ولی اونو تباه کردن. خدا هم تو جواب به اونا میگه مگه بهتون دستور ندادم میانه رو باشید و اسراف نکنید؟ بذارید براتون یه داستانی رو تعریف کنم. حتما داستان رفتگری که برنده جایزه لاتاری شده رو شنیدید. اون شروع کرد به هر شب جشن گرفتن، خوشگذرونی و تفریح. حدس میزنید تهش چی میشه؟ آره، دوباره بی پول شد و برگشت سر جای قبلیش. خب آخرین گروه کسیه که پول داشته و قرض داده بدون اینکه امضا و مدرکی بگیره. خدا هم تو جواب بهش میگه مگه به دستور ندادم شاهد بگیری؟